نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه تلفن مستقیم و انشالله آرا و نظرات شما عزیزان را از طریق شماره واتساپی که عزیزانمان زیرنویس کردن خواهیم شنید. دوستان، همانطوری که بارها در این برنامه تاکید کردم، سعی کنید سوالات شرعی نپرسید. دلگفتهاتون رو، نظراتتون رو، آرایتون رو در مورد مسائل مختلفی که در هفته‌ای که گذشت اتفاق افتاده است بیان بکنید و همچنین شبهات و مسائلی که اختلافات مذاهب و شیعه و سنی مسائل رو بگذارید برای برنامه آن روی سکه. این برنامه مال شماست. سعی کنید که در این برنامه شما تماس بگیرید، آرا و نظراتتون رو بیان بکنید. نیاز بود من کامنتی خواهم گذاشت و اگر نیاز نبود صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم. بگذارید از این منبر من استفاده بکنم و در این هفته صحبتی داشته باشم در مورد یکی از قضایای مهمی که در هفته گذشته در جهان اسلام رخ داد. قضیه انتخابات ترکیه و پیروزی رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه و احزابی که در ائتلاف به اصطلاح جمهوریت با اونها یک جا بودن. این انتخابات و پیروزی رجب طیب اردوغان واکنش‌های گسترده‌ای داشت در سراسر جهان. فکر نکنم که در چند دهه گذشته هیچ انتخاباتی به اندازه انتخابات ترکیه مورد توجه شرق و غرب و کافر و مسلمان قرار نگرفته بود، به خاطر اهمیتی که فعلا ترکیه در بین کشورهای جهان و در بین کشورهای اسلامی داراست و نظامی که در ترکیه حاکم است و خدمات و تحولاتی که در ترکیه در 2 دهه اخیر ایجاد شده طبیعتاً واکنش‌های متعددی رو برانگیخته در بین جامعه جهانی. اما ما می‌خوایم سر یک نقطه ترکیز بکنیم و صحبت بکنیم و آن این که طبیعتاً خیلی از علما، دعوتگران، فعالان رسانه‌ای در مورد این انتخابات صحبت کردند و بسیاری از مسلمانان و دعوتگران و علما تبریک گفتن این پیروزی رو. از جمله خود من در صفحات سوشال میدیا طبیعتاً به نوعی اظهار خوشحالی کردم و تبریک گفتم به ملت ترکیه و به رئیس جمهور اردوغان این پیروزی رو. طبیعتاً بعد از دوستان دیگرم موقعی که خوشحالی کرده بودن یا اظهار مسرت کرده بودن و تبریک گفته بودن، مورد هجوم تعدادی افراطی تکفیری داعشی قرار گرفتن که بله اینها از یک طاغوت، از یک مرتد دفاع میکنن و از پیروزی و خوشحال هستند، پس اینا هم مرتدن و خلاصه تهمت‌های بزرگی به ما چسباندن، تکفیرمون کردن، مرتد خواندن. میخوام یک کمی واقع گرایانه در مورد این مسئله در شروع برنامه صحبت بکنم. بعد از اون انشاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم گرفت. با عرض معذرت. قضیه انتخابات ترکیه همونطوری که عرض کردم واکنش‌هایی بین افراط و تفرید داشت. عده‌ای اومدن چنان وانمود کردن که انه که خلافت اسلامی و خلافت
علی منهاج نبوت به پیروزی رسیده و در مدح و ثنای نظام جمهوری در ترکیه قلم فرسایی کردن، بیانیه ها صادر کردن. عده‌ای هم در اقصا تفریط رفتن و تکفیر کردن و خلاصه تفسیق کردن و طاغوت خواندن و هزار یک حرفهای دیگری که شاید شما عزیزان در وسایل تواصل اجتماعی یا سوشال میدیا شاهدش بودید. ما بر این عقیده هستیم که مسلمان، مؤمن، الله سبحانه و تعالی که از ویژگی ها و صفات ما رو بیان میکنه در قرآن کریم: و جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امت وسط یعنی امت عدالت پیشه، امت میانه رو. بعضی از این آیت به این معنی برداشت میکنن که بله، امت وسط به معنی این است که در مقابل هر ظالمی و کافری سر خم بکنه و هیچی نگه، صداش هم در نیاره. نه، معنی این است که ما باید وسطیت رو اختیار بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک امری بر ایشان عرضه میشد، آسان ترینش رو انتخاب میکردن مادامی که با دین و شریعت تناقض نداشته. همیشه در همه امور زندگی تشویق بر این میکردن که بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. بشارت دهنده باشید به مردم رو از دین متنفر نکنید، آسانگیر باشید، سختگیر نباشید، عدالت رو مراعات بکنید و مساوات رو برقرار بکنید و همیشه از افراط و تفریط مسلمان ها رو بر حذر می داشتن، از غلو بر حذر می داشتن. به همین دلیل من یک نمونه ای از قرآن کریم خدمت شما عزیزان بیان می کنم که جوابی باشه خیلی مختصر برای همه کسانی که دچار افراط و تفریط شدن. الله سبحانه و تعالی در سوره روم، یکی از معجزات قرآن است، اتفاقی رو در اونجا پیش بینی میکنه الله سبحانه و تعالی که چیزی در حدود 10 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق میفته. و آن اینکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رومی ها با فارس ها داخل جنگ شدن. رومی ها اهل کتاب بودن، مسیحی بودن. فارس ها آتش پرست بودن، زردشتی بودن. کدوم اینا به اسلام نزدیک ترن؟ همه شما جواب میدید که نصارا یا مسیحی ها به اسلام نزدیک ترن، چون حداقل به پیامبری ایمان دارن که ما هم به او ایمان داریم. یعنی ایمان به عیسی علیه السلام جز ایمان ماست. اگر ما عیسی علیه السلام رو بهش ایمان نداشته باشیم مسلمان محسوب نمیشیم. ثانیاً اعتقاد دارن که کتاب انجیل کتاب خداست. ما هم اعتقاد داریم کتاب خداست، اما تحریف شده. اعتقاد دارن که الله سبحانه و تعالی از آسمان بر پیامبر به عیسی علیه السلام این کتاب رو نازل کرده. ما هم این اعتقاد رو داریم. پس یک سری مشترکات زیادی داریم. یعنی منبع مسیحیت و اسلام یکی است. اصلا اسلام تکمیل کننده همه ادیانی که گذشته بود. اصلا وقتی همه ادیان میگیم همه ادیان اسلام بود. دین موسی اسلام بود، دین عیسی اسلام بود، دین ابراهیم، نوح، الیاس، زکریا، یعقوب، یوسف، همه پیامبران گذشته به اسلام دعوت میکردن. منتها اسلام آمد این مهر ختم نبوت رو گذاشت، دین رو تکمیل کرد. الیوم اکملت لکم دینکم. دین تکمیل شد. به خاطر همین مسیحیت به ما نزدیکتر است. بین فارس ها و مسیحی ها جنگ شدیدی صورت گرفت و فارس ها بر مسیحی ها پیروز شدند و کشتار عظیمی در بین اهل کتاب رخ داد. وقتی که خبر به مدینه به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه غمگین شدند، اندوهگین شدند. چرا؟ چطور آتش پرستان، بت پرستان بر اهل کتاب که به مسلمانان نزدیکترن پیروز بشن؟ ببینید منهج رو ببینید. الان امروز عده جوان جاهل نادان بی عقل پیدا شده که از کشته شدن مسلمان خوشحال میشه، از شکست مسلمان خوشحال میشه، از نابودی مسلمان خوشحال میشه، به اینکه این طاغوت است و نمیدونم فلان است و این است و اون است، و در مقابل کفار اصلا هیچ صداش هم در نمیاد. بر صورت الله سبحانه و تعالی دوستان عزیز اگر نشون بدن در سوره روم
این مطلب رو بیان میکنه. الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم، رومی ها چی شدن؟ مغلوب شدن، شکست خوردن. فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اینها در یک سرزمین نزدیکترین سرزمین به جزیره العرب که در مناطق اردن و شام امروزی بود، در اینجا درگیر شدن و رومی ها شکست خوردن، اما در طی چند سال آینده دوباره غالب خواهند شد. چند سال، بضع سنین وقتی در عربی ذکر میشه از 3 الی 10 است. همون بود که در حدود 10 سال بعد در زمان فکر کنم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بود که رومی ها دوباره در یک جنگ شدیدی بر فارس ها پیروز شدند. ببینید قرآن کریم 10 سال پیش اینو پیش بینی میکنه، میگه الان که شکست خوردن اما طی چند سال آینده پیروز خواهند شد. جالبش اینجاست که الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه که لله الامر من قبل و من بعد. امری در دست الله است، چه قبلش و چه بعدش. و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. و در آن روز، یعنی در آن روزی که مسیحیا بر زردشتی های آتش پرست پیروز می شوند، مؤمنین خوشحال می گردن. خوب دقت بکنید دوستان اگر این آیه رو نشون بدن. و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، اینجا میگه پیروزی الله، چون هرچه باشه این مسیحیا به الله نزدیکترن، به دین نزدیکترن، به اسلام نزدیکترن تا فارسی های به اصطلاح آتش پرست یا زردشت در اون موقع. ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. الله سبحانه و تعالی هر کسی رو بخواد پیروز میکنه و او پیروزمند چی است؟ مهربان است. این منهج رو ببینید. الان کسی نهید بگه الله والله این در زمان پیامبر بوده فلان، این بعد از وفات پیامبر رخ داده. آیه میاد چی میگه؟ میگه که 10 سال بعد اهل کتاب پیروز میشن بر زردشتیان، در روز مؤمنین خوشحال میشون به پیروزی خداوند. این است منهج یک مسلمان واقعی. از یک طرف حزبی است به نام حزب عدالت و توسعه، در رأسش رجب طیب اردوغان و تعدادی از کسانی که اسلامگرا هستند، اسلام رو دوست دارن، دین رو دوست دارن، مسلمان ها رو دوست دارن، شعائر دین رو احترام میگذارن. بعد از 100 سال مسجد ایا صوفیا رو دوباره که تبدیل به موزه بود و 24 ساعت مسیحی و یهود و نصارا و بیدین و با دین همه داخل میشدن، با سر و وضع خراب اونجا مجسمه ها بود و خلاصه یک وضعی بود در اونجا. بعد از 100 سال این مسجد رو دوباره برگرداند که در او 5 وقت نماز خوانده می شود. به شعائر دین احترام میگذارن، به مهاجرین احترام میگذارن. بیش از 3.5 میلیون سوریه‌ای رو در این کشور جا دادن. صدها هزار از کشورهای دیگه از افغانستان، عراق، یمن، مصر، مظلومین از سراسر دنیا رو در اینجا پناه دادن. این یک طرف قضیه. طرف دیگر مجموعی از احزاب ناسیونالیستی، سیکولاریستی، قومگرا، بی دین، اصلا از اسم دین اکثرشون متنفر هستن، دشمن مهاجرین که میگن اگر شعار دادن عملا گفتن که اگر ما به پیروزی برسیم همه مهاجرین رو اخراج میکنیم. اگر ما به پیروزی برسیم مدارس امام خطیب که مدارسی است که در اونجا در کنار نصاب یا منهج تعلیمی رسمی دولت قرآن کریم، فقه، حدیث، زبان عربی اینا تدریس میشه و کسانی که از این مدارس فارغ میشن شما فکر نکنید که ملا هستن، مولوی هستن، شیخ آیت الله هستن. نه، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از همین مدرسه امام خطیب فارغ شده. از دوران متوسطه تا دوران دبیرستان، یعنی این فتره‌ای که لیسه میگن در افغانستان، این مدت رو در مدرسه امام خطیب درس خواندن. خیلی از سران حزب عدالت، خیلی از شخصیت‌های معروفی که هستن در اونجا درس خواندن. در جامعه ترکیه کسانی که از مدارس امام خطیب فارغ میشن اخلاقشون، رفتارشون، دینداریشون متمیز است در بین مردم. آقا گفتم ما که اومدیم این مدارس رو میبندیم.
مساجد رو میبندیم، دار و تحفیظ قرآن کریم رو میبندیم، برنامه‌های دینی رو متوقف میکنیم. یک طرف اینا بودن. حالا انتخابات شد، مردم اومدن، دیندارا، مسلمان‌ها، حتی انسان‌های با وجدان، حتی سیکولرها و ناسیونالیست‌های انسانیت داشتن، اومدن به حزب اردوغان و ائتلافی که داشت رأی دادن و اینا با فرق بسیار کم در انتخابات پیروز شدن. مسلمان‌ها خوشحالی کردن. من خوشحال شدم، دوستانم خوشحال شدن، مسلمان‌ها در سراسر دنیا خوشحال شدن، در فلسطین، در مصر، در پاکستان، در افغانستان، در سراسر دنیا مسلمان‌ها، مظلومین جهان خوشحال شدن، چون هر گوشه‌ای که مظلومی از مسلمان‌ها هست دست کمک و یاری ترکیه به اونها میرسه. اینا بعد عده اومدن شما مرتد شدید، شما زندیق شدید، شما کافر شدید. پس بر اساس منهج این خوارج عصر یا این داعشی ها و تکفیری های بی عقل و که مغزشون تهی هست از سرشون تهی است از مغز و پر از نمیدونم چه آشغالی کردن مغزهای اینها رو، اگر منهج اینا باشه پس اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم علیه الله کافر شدن، چون که خوشحال شدن که مسیحیا بر فارس ها پیروز شدن. این یک منطق کاملا احمقانه و جاهلانه است. به خاطر همین تکفیر کردن مردم رو. شما چرا در بله دوستان عزیز، واجب است بر هر مسلمانی که وقتی که میبینه که در جایی، حتی حالا بذارید مسئله اسلامگراهی حزب عدالت و توسعه و اردوغان رو، دو تا حزب کافر است، یکی حزب جمهوری، یکی حزب دموکرات، هر حزبی که میخوای بگذارید، یکیش دشمن مسلمان هاست، یکیش دشمن مهاجرین است، یکیش دشمن تعالیم اسلامی است، دیگری میگه که برای ما فرق نمیکنه، اسلام است، کفر است، مسیحی است، یهودی است، هر کی آزادانه بیاد کارش انجام بده. خب الان شما کدومش پیروز بشه خوشحال میشید؟ این یا این؟ هر دوتاش کافرن. طبیعتا مسلمان منصف خوشحال میشه به پیروزی حزبی که حداقل با مسلمان ها دشمنی نداشته باشن. به خاطر همین این منهجی است که متاسفانه خیلی از جوانانی که فریب تبلیغات این فکر داعشی رو خوردن و این فکر تکفیری رو خوردن، بدون حساب کتاب اومدن چیکار کردن؟ همه رو تکفیر کردن. ثانیاً یک مسئله رو بیاید بر خدمت شما عزیزان بیان بکنم که نه حزب عدالت و توسعه، نه دولت ترکیه، نه شخص رجب طیب اردوغان هیچ وقت نگفتن که ما خلافت اسلامی میاریم و نخواهند آورد. نگفتن این رو، شعارشون این نبوده. نگفتن که ما تطبیق شریعت اسلامی میکنیم، نه شعارشون بوده و نه این رو ادعا کردن. پس ما به خاطر چیزی که اونا نه ادعا کردن و نه اون رو میخوان بیایم اینها رو محاکمه بکنیم، خب این عدل و انصاف نیست. ثانیاً همانطوری که در بین مسلمان ها نسبت تدین، نسبت ایمان فرق میکنه، در بین طرفداران، در بین نظام سیکولاریسم و طرفداران سیکولاریسم هم نسبت عداوت و دشمنیشون با مسلمان ها فرق میکنه. اونا هم در یک حدی نیستن. در اصل کلن که بخوایم بگیم سیکولاریسم با همه دین ها خوب هستند غیر از اسلام. این یک واقعیت است. پیش یک سیکولار، حالا سیکولار افغانی باشه، سیکولار ایرانی باشه، سیکولار عرب باشه، عجم باشه، هر کی باشه، پیش این سیکولار همه دین ها خوبند غیر از اسلام. اونا اصلا بر مبانی سیکولاریسمی هم که شعار میدن عمل نمی کنن. با همه دین ها خوبن. برای سیکولار اصلا یهودی و نصرانی هیچ اصلا مهم نیست، یهودی باش نصرانی باش، اما مسلمان که گفتی این دیگه جن وارد پوستش میشه. لباس، آقا این سیکولارها با همه لباس ها عادی هستن، هیچ مشکلی ندارن الا با لباس اسلامی. لباس اسلامی رو که دیدن دیوانه میشن. بعد آزادی و نمیدونم آزادی شخصی و آزادی بیان و آزادی لباس، آزادی فلان. مثلا طرف با شورت و کرست بیاد بیرون میگه آقا آزادی داره. طرف مثلا پتو رو بپوشه بیاد بیرون میگن آقا آزادی داره. طرف با لباس با پوست خوک و خرس هم اگر به تنش بکنه بیاد بیرون آقا میگه آزادی شخصیه. اما خدا نکنه که طرف لباس اسلامی داشته باشه، چنان چهره اینها عبوسن قمطری را میشه که انه که وارد جهنم شدن.
با لباس اسلامی مشکل دارن، با همه افکار، با فکر لواط، با فکر همجنسگرایی، با فکر نمیدونم فلان، با فکر عبادت مخلوقات مختلف، با هر فکری اینها مشکل ندارن، الا با فکر اسلامی مشکل دارن. هر جا که باشه با فکر اسلامی باید اینها چیکار بکنن؟ مبارزه بکنن. با شکل و شمایل اسلامی، مثلا طرف حالا ریش داشته باشه، ظاهرش ظاهر اسلامی باشه، چنان بهش نگاه میکنن که انه دشمن پدر بزرگش رو دیده، اما با بقیه اشکالات طرف اومده سر تا پایش خالکوبی کرده، چهرهش مثل افرید، مثل ایولا شده، با هم مشکلی ندارن، اما با یک چهره مسلمان مشکل دارن. با هر طور لباس پوشیدن زن، با فیلم نمیدونم فسق و فجور بازی بکنه زن مشکل ندارن، رقص بکنه مشکل ندارن، تنفروشی بکنه مشکل ندارن، در فیلم های مبتذل بازی بکنه مشکل ندارن، حقوقش به انواع مختلف در نظام های دموکراسی زیر پا باشه مشکل ندارن. اما اگر یک زن مسلمان حجاب پوشید، اینا با این مشکل دارن. پس این سیکولارها هم صادق نیستن در شعاراتی که میدن. تعلیم مثلا شما ببینید، تعلیم و آموزش همه چیز مباح هست در نظام سیکولاریسم، همه چیز. تعلیم جنسی مباح هست، حتی به زور، تعلیم فلان، تعلیم فلان، هر چی که دلتون میخواد از انواع آموزش ها و تعلیم هایی که در بین بشر رایج است، نظام دموکراسی باش مشکل نداره، الا با تعلیم اسلامی. نوبت تعلیم اسلام که رسید، اینجا دیگه سر صداشون در میاد. پس اینها صادق نیستن در آنچه که ادعا میکنن از آزادی. با سیاست، در مشارکت سیاسی هر انسانی با هر گرایشی مشکل ندارن، الا با مسلمان وارد سیاست شد، شروع میکنن به سر و کلهش پریدن که والله این است و اون است، هزار عیب و ایراد میگیرن. پس اگر که آزادی بیان است، آزادی شخصی است، آزادی بشر است، حقوق بشر است، پس هر کس آزادانه میتونه در امور سیاسی مداخله بکنه، مشارکت بکنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اما برای غیر مسلمان همه چیز مباح است. نوبت مسلمان که رسید، همه چیز عوائق و سدود ایجاد میکنن تا که پیشرفت نکنه. آزادی برای همه هست در نظام سیکولاریسم و نظام دموکراسی، برای همه بشر. هر چقدر که دلتون بخواد از آزادی بی قید و شرط وجود داره، اما برای مسلمان اینطوری نیست. وقتی نوبت مسلمان رسید، همه چیز رو میخوان مقید بکنن. مسجد رو مقید کن، مدرسه رو مقید کن، عالم دین رو مقید کن، سیاستمدار مسلمان رو مقید کن، حجاب زن مسلمان رو مقید بکن. داریم نمونه‌اشو میبینیم. در فرانسه زن مسلمان وقتی با حجاب بیرون میاد، بعد 200 یورو جرمانه بده. چرا؟ کجا شد آزادی؟ بابا این زن دوست داره در این کشور که همه آزادن، شعار اوریانیت سر میدن در اونجا. این زن میخواد با نقاب بیاد بیرون. آقا نه، پس تو 200 یورو باید جریمه بدی. کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی شخصی؟ نه، اینا همه برای غیر است، برای مسلمان نیست. نکته دوم که میخوام اینجا خدمت شما عزیزان عرض بکنم این است که ببینید، یکی نظام سیکولاریسم است با اون روش انتخاباتی که وجود داره. این یک واقعیت است و این را همه مسلمان ها باید بدانن و انشالله میدانن که نظام سیکولاریسم یک نظام اسلامی نیست، دموکراسی یک نظام اسلامی نیست. نظام اسلامی از اساس و ریشه با سیکولاریسم، با دموکراسی اختلاف داره و این یک واقعیت است. نمونه‌اشو من خدمت شما بیان بکنم. در نظام دموکراسی هر کس میتونه خودشو کاندید بکنه. فاسق، فاجر، زانی، دزد، المهم پول داشته باشه، میتونه خودشو کاندید بکنه و در مقابلش یک مسلمان هم میتونه خودشو کاندید بکنه. اما همونطوری که عرض کردم با 1001 مشکلاتی که براشون ایجاد میشه. در نظام دموکراسی رأی اکثریت، اکثریت رأی دادن مثل انگلستان، اکثریت پارلمان رأی داد که همجنس بازی یا لواطت این یک نوع آزادی شخصی است، پس آزاد شد چون اکثریت این رأی رو دادن. ملاک در قانون دموکراسی رأی اکثریت است، اما ملاک در نظام اسلامی رأی اکثریت نیست. اکثریت بخوان که مردم همه فاسق و فاجر بشن، نه. اکثریت بخوان که مثلا همجنسگرایی جز آزادی، نه. اسلام میاد یک سری
چارچوبی رو تعیین میکنه برای همه شئون زندگی و مسلمانانی که این نظام رو به عنوان نظام زندگی خود قبول میکنن باید پایبند این شروط و ضوابط در نظام اسلامی باشن. در نظام دموکراسی مثلا میان میگن که آقا ما به مردم اجازه بدیم که شراب بخورن، میان رای گیری میکنن در پارلمان، اکثریت میگن بله بخورن، پس شراب خوردن میشه آزاد. در نظام اسلام میگه نه، الله سبحانه و تعالی گفته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، دوری بکنید. الله گفته دوری بکنید، پس این قانون غیر قابل مناقشه است. در نظام دموکراسی همه چیز قابل مناقشه است، همه چیز قابل رای گیری است. اما در نظام اسلامی آنچه که اوامر الله و رسول باشه قابل مناقشه و رای گیری و اجرا و عدم اجرا نیست. این اجرا و عدم اجراش الله و رسول تعیین کردن. این فرق‌های اساسی است بین نظام اسلامی و بین نظام دموکراسی که موضوع ما این نیست. حالا این کسانی که خیلی افراط میکنن که بله آقا این یک نمونه است برای جهان اسلام که باید همچین یک حکومتی درست بشه، این حرف اینها هیچ وجهه شرعی نداره. مثلا الان جناب اردوغان با تقریبا 2.5% کم و بیش انتخابات رو برد، یعنی فرق‌ها خیلی کم بود، درصد فرقش خیلی کم بود. تصور کنین خدای نکرده طرف مقابل می‌برد، آن وقتا همین مردم همین حرف رو می‌زدن که این نظام دموکراسی که در ترکیه وجود داره بهترین نظام برای تطبیق در افغانستان یا در کشورهای اسلامی دیگر است. اگر که کمال کلشدار اغلو می‌برد در انتخابات های همین حرف رو می‌زدن این مردم که آقا این نظام بهترین نظام برای حکومت داری است؟ سوال خیلی ساده است، جواب بدن. پس ببینید اینجا فرق اساسی وجود داره. یکی از فروق مختلفی که در نظام وجود داره، فضیلت شیخ العلامه مفتی امام مسجد ایاصوفیا، نمیدونم امام حرم باشه یا هر شخصیت بزرگ دیندار مسلمان باشه، رأیش یک رأی است. در مقابل یک زانیه، یک زانی، فاسق، فاجر، دزد، 4 عیب شرعی، اینم رأیش برابر رأی این علامه ارزش داره در نظام دموکراسی. هیچ فرقی در نظام دموکراسی بین این دو نفر نیست. اینم رأی داره انتخاب بکنه، اینم رأی داره که انتخاب بکنه. این است در نظام دموکراسی، نیست هم در نظام اسلام این نیست. در نظام اسلام رأی یک فاسق و فاجر با رأی یک انسان متقی و پرهیزگار و خوب، حالا عالم دین باشه یا نباشه فرق نمیکنه، انسان خوب باشه فرق میکنه. این از جزء اهل حل و عقد، این کسی است که رأیش رأی جامعه است. اما این در نظام دموکراسی نه، رأی این مانند رأی این، هر دوتاشون برابرن. تصور بکنید 50 به علاوه 1 رأی طرف میشد رئیس جمهور. بعد اینایی که این همه افراط کردن و داد و بیداد را انداختن که آهای نظام اسلامی است که نمونه است که فلان است که این است اون است، باید در کل جهان اسلام تطبیق بشه، اونو چیکار میکردن؟ نباید انسان از حد بگذره، نباید انسان واقعیت ها رو، نباید انسان جوگیر بشه. درست است، من گفتم خوشحالی ما در پیروزی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این یک خوشحالی ایمانی است برای ما. خوشحالیم، یعنی قربتاً الله خوشحالیم. اما این به معنی این نیست که ما نظام سیکولاریسم و به عنوان یک نظام بدیل در مقابل نظام اسلامی بشناسیم، قبول بکنیم و تبلیغ بکنیم. اینجاست این سخن اشتباهه. در اسلام عدالت هست، در اسلام مساوات هست، در اسلام نظام حق است. موضوع این که جناب رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت توسعه در پی این هستن که مثلا اسلام به طور کامل شامل در جامعه، این موضوع بحث ما نیست. ما از نیت ها خبر نداریم. آنچه که ظاهر است، بله گفتم انسان های خوبی هستند، دیندار هستند، در پی عزت دین هستند، در پی احترام به شعائر دین هستند، در پی عزت مسلمانان هستند، در این شکی نیست، همه داریم میبینیم. اما
این که بیایم بگیم که والا این نظام با این شکلش یک نمونه و الگوی نظام اسلامی است، نه، نظام اسلامی از خودش ضوابط داره، شرایط داره، قواعد داره. این ثانیاً این نظامی که امروز در ترکیه حاکم است، این رو نه اردوغان ساخته، نه حزب عدالت و توسعه ساخته. این نظامی بوده که ساخته شده، 100 سال به این طرف در این کشور حاکم است و از خلال همین نظام حزب عدالت به قدرت رسید و اون شعارهایی که میدادن به عنوان حریت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق انسان و آزادی‌های فردی، همین شعارها رو اومد عملاً در جامعه پیاده کرد. قبلا اینطوری نبود. قبلا شعار میدادن به آزادی شخصی، آزادی فردی، آزادی اجتماعی، اما این آزادی برای کیا بود؟ فقط برای بیدینا بود. حزب عدالت اومد گفت که بابا این انسان دیندار با این انسان بیدین هر دوتاشون انسانن. چرا این بیدین باید حریت و آزادی داشته باشه و این دیندار نداشته باشه؟ آقا اینم باید داشته باشه. دلش میخواد بره مسجد بره، دلش میخواد قرآن یاد بگیره یاد بگیره، دلش میخواد فرزندانش مدرسه اسلامی برن، دلش میخواد دخترش همسرش حجاب سر بکنه. ما 14 سال پیش رو به یاد داریم که در جلوی دانشگاه ها مدارس در ترکیه سربازا وای میستادن در زمان همین حزب جمهوریت خلق به اصطلاح. سربازا وای میستادن، هر کسی که روسری سرش بود به زور از سرش روسریشو ور میداشتن. حزب عدالت اومد گفت آقا چه خبره؟ آزادی مگه نمیگید که مگه ما طرفدار نظام دموکراسی و سیکولاریسم هستیم؟ آزادی شخصی، آقا آزادی شخصی طرف دوست داره روسری سر بکنه، سننه به شما چه؟ بذارید روسری سر بکنه. پس اومد اینو عملی کرد در جامعه. چیزی که سالها زیر پا شده بود، حقوق مسلمان ها زیر پا شده بود، اونو اومد عملی کرد. و این ساده به دست نیومده، در این راه قربانی ها داده شده. از اولین رئیس جمهوری که اذان رو از ترکی دوباره به عربی برگشت، اذانی که از عربی به ترکی ترجمه شده بود، این رو تبدیل کرد دوباره به اذان عربی. عدنان مندریس در دهه 60 کودتا کردن، اعدامش کردن و همین 1-2 سال قبل اعاده حیثیت شد. یعنی مردم خون دادن، جان دادن در راه اعاده چیزهای خیلی ساده که شما در جوامعتون طرف نشسته در افغانستان آقا این کفر است و طاغوت است. تو در زندگی کسی تو رو مانع شده که مسجد بری؟ تا 20 سال پیش مردم مانع میشدن به مسجد برون. کسی حجاب خواهرت رو مادرت از سرش برداشته؟ بابا تا 20 سال پیش، تا 14 سال پیش، 15 سال پیش حجاب زن و دختر مردم رو به زور از سرش بر می داشتن. تو در افغانستان نشستی، تاجیکستان نشستی، آقا این طاغوت است، فلان است، این است، اون است. یا اون احمق بیشعور تکفیری زال مزل در سویدن نشسته، در بلژیک نشسته، در آلمان نشسته، آقا اینها که اصلا طواغیت هستن. خب جانور گوشت راست، تویی که در اونجا رفتی، خودت، زنت، فرزندانت امضا کردی، پاسپورت این کشورهای غربی رو گرفتی، اونجا تو داری در زیر سایه حکومت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه زندگی میکنی؟ بی غیرت، تو مرد هستی، خب برو تو همین چیزایی که شعار میدی مردم، جوانای مردم رو داری گمراه میکنی، برو تو هم تو یه جای جاد بکن، ما ببینی که واقعا داری راست میگی. پور سوسیال میگیری، در زیر کولر خوابیدی در اروپا، از اونجا حکم تکفیر نیمی از مسلمانهای دنیا رو صادر میکنی. نیمه چی که اکثریت 99% مسلمان‌ها در نزد اونها کافرن. تویی که داری پول سوسیال صلیبی ها رو داری میخوری، تو از غم و درد مسلمان ها در ترکیه و سوریه و عراق و کشورهای دیگه چه خبر داری؟ یک عکسی رو میارن مثل تومجیری روش هم میپوشانن، بعد از اونجا صداش در میاد آقا این کافر است، این مسلمان است. تو مرد هستی، اول تو صورتتو نشون بده که ما ببینیم تو چه مخنثی هستی. اصلا تو مرد هستی یا نیستی؟ ابو فلان مدنی، ابو فلان خراسانی، ابو فلان نمیدونم فلان جایی. تو بیا اول چهرهتو به مردم نشون بده، اسم تو اول بگو که تو کی هستی. تو کارمند استخبارات کدام کشور هستی که امروز مسلمان ها رو میخوای به جان هم دیگه بندازی؟ این کافر است، اون کافر است. همین لحظات پیش کلیپ یک شنیدم، آقا نمیدونم صالح پردل اینطوری است و فلانی اینطوری است. یک وجب قدش 2 کلمه از دین یاد نگرفته. شیخ صالح پردلی که موی سرش ریشش رو در راه تبلیغ دین سفید کرده، آقا این ظالم و ذل است، اعوذ بالله.
و بعضی از عزیزان این نکته رو در نظر داشته باشن که ما گاهی اوقات ببینید مسلمان مجبور میشه، گرسنگی بر شما اینقدر غلبه میکنه که مجبور میشید گوشت سگ رو هم بخورید، گوشت گربه رو هم بخورید، گوشت خوک رو هم بخورید، گوشت الاغ رو هم بخورید، مجبور میشید. اسلام اجازه داده. شما مثلا در یک جای گیر کردید، غیر از یک گربه دیگر چیز دیگری وجود نداره اونجا، انقدر گرسنگی به شما فشار آورد که دیگه داشتید میمردید. الان دو گزینه دارید، گوشت این گربه رو بخورید یا که بمیرید. اگر که مردید و گوشت گربه رو نخوردید، خداوند شما رو بازخواست میکنه، میگه تو چرا؟ من که بهت حلال کرده بودم در موقع اضطرار، در موقع مجبوری باید اون رو میخوردی تا که زنده میماندی. به نوع خودکشی است. در حالت اضطرار آنچه که حرام هست بر مسلمان حلال میشه. نظام‌های سیکولاریزم در سراسر دنیا، در کشورهای اسلامی غیر اسلامی، مسلمانایی که مجبورن در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن، شرکت در انتخابات، تایید حزب‌هایی که به اصطلاح ضررشون به مسلمان‌ها کمتره یا اسلامگرا هستن، این در اصطلاح شریعت حکم اضطرار رو داره. درست است، ما نظام سیکولاریسم رو به عنوان یک نظام اسلامی قبول نداریم، نظام دموکراسی رو به عنوان یک نظام اسلامی شرعی قبول نداریم، اما اگر در انتخابات شرکت میکنیم، اگر تایید میکنیم، اگر خوشحال میشیم، حکم چی است؟ حکم اضطرار است. اما این به معنی نیست که کسی مجبور شد گوشت الاغ رو خورد، گوشت گربه رو خورد، گوشت سگ رو خورد به خاطر اضطرار، بعد از اون که شکمش سیر شد بیاد بگه که والا گوشت الاغ خیلی لذیذ بود یا گوشت سگ خیلی لذیذ بود، مردم رو دعوت بکنه به این که از این بخورین. این منطق بعضیایی است که میان از دموکراسی اسلامی یا نظام دموکراسی رو با چنان آب و تاب از او تعریف میکنن که انه که وحی منزل از آسمان است. نکته اخیری که میخوام در اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم این است که انسان مسلمان باید انسان عادل باشه، انسان واقع‌گرا باشه. وضعیت کشور ترکیه با وضعیت افغانستان فرق میکنه، با وضعیت تاجیکستان فرق میکنه، با وضعیت خیلی از کشورهای اسلامی فرق میکنه. مثلا کسی بیاد، یک شخصی رو از علما دیدم، از عالم دین، آقا این بهترین نظام است که ما این رو ببریم مثلا در افغانستان تطبیق کنیم. خب این حماقت است. همین کار رو امان الله خان میخواست بکنه. امان الله خان تقریبا 5-6 ماه در سفری که به اروپا داشت و مدت طولانی در ترکیه بود، بعد اومد خواست کاپی همین نظام رو در افغانستان تطبیق بکنه. سرنوشتش چی شد؟ ببینید دوستان عزیز، یک نظامی که امروز مثلا حزب عدالت و توسعه بر اساس تجارب 100 ساله اسلامگراها به این سطح رسیده. ببینید بعد از یعنی حدود 20 سالی که اینا در قدرت هستن، در انتخابات 52% رأی میبرن. این عدالت است، این مساوات است. مردم بعد از 20 سالی که اینا حکومت کردن تازه اومدن به اینا 52% رأی دادن. حالا ببینید که بعد از دیکتاتوریای کشورهای اسلامی که آقای رئیس جمهور میاد 99.99% آرا رو میبره، مثلا امام علی رحمانوف در تاجیکستان یا حسین مبارک مثلا در مصر اینطوری بود. آقای رئیس جمهور میاد 98.85% آرا رو برده که غیر از بدبختی و فلاکت برای کشور چیزی نیاورده. 98% آرا رو برده. اردوغانی که این همه خدمت کرده به ملت ترکیه، امروز یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی منطقه، یکی از 10 قدرت اقتصادی برتر دنیا، از نگاه دفاعی، از نگاه اقتصادی، از پیشرفت، از تعلیم، از همه چیز بگید، در سطح بالایی از پیشرفت در بین کشورهای اسلامی. با وجود همه این خدماتی که به ملتش انجام داده، هنوز 52% قانع شدن که بهش رأی بدن. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی آنانی که گمراه هستند و نمیدانند خداوند هدایتشون بده، و اونهایی که آلت دست استخبارات کشورهای کفری قرار گرفتن و امروز در بین مسلمان ها تفرقه ایجاد میکنن، الله سبحانه و تعالی شرشان را از سر امت اسلامی دور بکنه. میان برنامه میبینیم و بعد از اون با شما عزیزان خواهیم بود و تماس های بینندگان عزیز و گرامی رو خواهیم گرفت. با ما همراه باشید.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. اولین تماس رو میشنویم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشالله خوب باشین استاد. صحت شما خوب است؟ زنده باشید، الله مطال حفظتان کنه. بفرمایید برادر عزیز. جناب استاد، من خودم شخصا تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه که فعلا خیلی در تحقیق هستم در حساب مذاهب اهل تشیع و تسنن. بله. جناب استاد، من یک سوال از پیش شما داشتم که میخواستم از یک عالم پرسان کنم که شما را شکر خدا بیافتم. استاد، یک سوال همی بود که ما بعد از پیامبر دین خود را از کی بگیریم؟ درست. و استاد یک آیت که در سوره اسراء آیت 15 است، من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. شما خودتان بهتر می‌فهمید که خداوند گفته کسی که می‌خواد هدایت شه به نفع خود هدایت میشه و کسی گمراه میشه و خود گمراهی آورده و هیچ کس بار دیگر کسی نمیبرداره. بله. و ما کسی را عذاب نمی‌کنیم مگر که برایشان پیغمبر بفرستیم. درست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که رحمت للعالمین، یعنی برای تمام بشریت فرستاده شده. این گپ خود درست است. بله. استاد، در این جامعه که فعلا ما در این حال حاضر ما تو مثلا رهبر از طرف الله نداریم، درست است؟ بله. ما در کدام صورت خدا ما را عذاب بکنه؟ یک و دومی که اگر بعد از پیامبر ما رهبر از طرف خدا نداریم، پس چی حجت مثلا عذاب ما است که مثلا ما به کدام دلیل یعنی عذاب شه اگر رسول الله اطاعت نکنیم؟ یا بعد پیغمبر کسی باشه که تو پیامبر گپ بزنه، یا اگر معصوم باشه نباشه؟ خب ایشه نمیفهم درست که وقتی از پیشش دوان شد، چون ما میفهمیم بعد از پیامبر اصحاب زیاد داشتیم، تابعین داشتیم که ما زیاد یعنی دین خود از واسطه از یا که از پیامبر از تابعین از صحابه گرفته و صحابه رسول الله یا به ما قبول داریم. بله. اما استاد میفهمیم که مسائل اختلافی به وجود آمده، مشکل حل. مثلا اگر در زمان رسول الله میبودیم، مثلا ما مشکل نماز داشتیم، میرفتیم پیش رسول الله اصلا مراجعه میکردیم، یا نبی خدا این نماز ما میخوایم درست است یا غلط؟ پیامبر برای ما تشریح کرد، ما هم قبول میکردیم. حالا که فعلا پیامبر نیست، ما اگر نماز خدا از یک امام بگیریم یا از صحابه بگیریم مگر رو به طرف الله حجت نباشه، آیا ما در این کار مقصر هستیم یا نه؟ درست. غیر از این؟ اما قبل استاد سوال ادامه خدمت خدا نگهدار شما. روی خط میمانید یا خاموش میکنید؟ چطور دوست دارید که من پاسخ شما رو بدم؟ مشکل نیست. هر خصوصا شما رو مشکل نیست. باشه، پس شما روی خط باشید. من با هم به طور مناقشه صحبت بکنیم. ببینید برادر عزیز، اولا این که الله سبحانه و تعالی طبق آیه 15 سوره اسراء به بعد اگر که برای قومی، برای امتی رسولی رو نفرستاده باشه، هدایتگری نفرستاده باشه، اونها رو عذاب نمیکنه. اما این در وضعیت فعلی من و شما مسلمان صدق نمیکنه، چون اولا الله سبحانه و تعالی برای ما رسول فرستاد. مثلا در سوره نساء الله سبحانه و تعالی میفرماید که رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل. میگه که الله سبحانه و تعالی پیامبران رو بشارت دهنده و ترساننده، یعنی ترساننده از عذاب برای شما فرستاد که فردا
صدای گیرنده رو اگر ببندید یا صدای میکروفونتون رو ببندید وقتی من صحبت میکنم، تا اینکه بعد از این انبیا و رسول بر مردم حجتی نماند، نگن که والله ما نمیفهمیدیم، والله ما خبر نداشتیم. ببینید دوست عزیز و گرامی، یک سری از اموری که شیعه و سنی روی این متفق هستن و هیچ اختلافی هم بینشون ندارد چی است؟ ارکان اسلام است. ما در قضیه ارکان اسلام بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد. اصل ارکان اسلام است. درست؟ ارکان ایمان است. با اختلاف بسیطی که وجود داره، بازم ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به ملائکه، ایمان به روز آخرت، همه اینا مسائل متفقی است که بین شیعه و سنی وجود داره. الله سبحانه و تعالی قرآن رو برای ما گذاشته، فرستاده و آخرین آیه هم که نازل شده چی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم. شما در مورد چی مسئله‌ای که بخواید در زندگی خودتان، حتما در قرآن کریم چیزی رو پیدا میکنید. درست است؟ وانگهی الله سبحانه و تعالی میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. از الله اطاعت بکنید که کتاب الله هست، از رسول الله اطاعت بکنید که سنت رسول الله هست، و اولو الامر رو اطاعت نمیگه از اونها. چرا اطاعت نمیگه؟ چون اطاعت از اولو الامر در صورتی امکان داره که اونها از قرآن و سنت اطاعت بکنن. مثلا اینکه فرمودید که باید برای حل اختلافاتمون سراغ کسی بریم که اون معصوم باشه. ببینید بعد از پیامبر اگر معصومی دیگری وجود می داشت، به معنی این بود که این معصوم با وحی ارتباط داره. وقتی که انسانی بعد از پیامبر با وحی ارتباط داشته باشه، در اینجا ختم نبوت معنایی نخواهد داشت. حتی پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم چرا معصوم بودن؟ چون که جبرئیل از اون بالا با ریموت، کأنه که شما ولله مثل الاعلی تلویزیون رو کنترل میکنید، کانال عوض میکنید، خاموش میکنید، روشن میکنید، کأنه مثل یک ریموت پیامبر رو کنترل میکرد که پیامبر اشتباه نکنه، پیامبر عرف. مثلا میبینید در قضیه‌ای که اون کور آمد، پیامبر رو گرداند مستقیم همون لحظه، عبس و تولی. چرا روی گرداندی؟ خداوند نمیخواد که پیامبر کوچکترین اشتباهی رو در تبلیغ دین و در زندگی خودش انجام بده. به وسیله چی کنترل میشد؟ به وسیله وحی. پس سخنان پیامبر رو که امروز ما بهش ایمان و اعتقاد داریم، به خاطر این است که هیچ خطا و اشتباهی در اون نیست، چون که توسط وحی کنترل میشد. اگر اشتباه میکرد وحی اونو میومد اصلاح میکرد. اما بعد از پیامبر چه صحابه چه اهل بیت از طریق وحی کنترل نمی شدن. حالا اگر عده‌ای آمدن گفتن از طریق وحی ارتباط داشتن، پس این به معنی این است که ختم نبوتی وجود نداره، رسالت همچنین ادامه داشته. درست است یا نه؟ پس این یک تناقض به وجود میاد در زندگی. اما ببینید برادر عزیز، بعضی از مسلمان ها مسائل خیلی اندکی رو، خیلی ساده‌ای رو میان به اندازه بزرگ میکنن که انه اختلاف بزرگ امت است. مثلا شیعه دستباز نماز میخونه، سنی دستبسته نماز میکنه. خب مالکای سنی هم دستباز نماز میخونه. ثانیاً شما دستبسته خواندی یا دستباز خوندی، فرقی در نماز شما ایجاد نمیشه، نمازتون قبول میشه، مرتکب گناهی هم نشدی. و مثل این مسائل دیگر. صحبت دیگری دارید؟ استاد بله استاد حرفتان درست بود، بسیار درست آوردین استاد. با من حدیثی که در صحیح مسلم است استاد 2498 که اصلا نماز خود گفتیم درست است. این من به شکل مثال براتون گفتم که ما شرایطای هم نماز مثال رو گفتم که نماز ماسکی پرسان کنیم، اما تو اگه درجه بالاتر بریم که رهبر ما کی شاید مثلا اومد، یعنی رهبر اومد کی باشه، این هدف هم مثال بود که کی پرسان کنیم. استاد می صحیح مسلم که 2498 است، امی حدیث فکر کنم استاد از زید بن ارقم روایت است که گفت نزد وی رفتیم و گفتیم که شما شاهد خیر بودید و با رسول خدا مصاحب بوده و پشت سر ایشان نماز خوانده. سپس مشابه حدیث ابو حیان را نقل روایت کرد، جز این که گفت آگاه باشید من دو چیز گران سنگین را بعد از خود در میانتان بر جای میگذارم. نخست کتاب خداوند که رسما و محکم است، هر کس از آن پیروی کند بر هدایت خواهد بود و هر کس آن را ترک نماید بر گمراهی خواهد بود. و در روایت آمده است از او پرسیدیم که اهل بیت پیامبر چه کسانی بودند؟
آیا همسران پیامبر صلی الله علیه و آله از اهل بیت او نبودن؟ گفتن نه، به خدا قسم. زن گاهی زمان طولانی با مرد به سر میبرد، سپس مرد را طلاق میدهد و با او و پدر و قومش ملحق میگردد. اهل بیت او اصل و عصبه او هستند، کسانی هستند که بعد از پیامبر صدقه بر آنان حرام گشت. استاد بازنال در حدیث سنن ترمذی داره، فکر کنم که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته که ترکت فیکم ثقلین کتاب الله و عترت اهل بیتی. استاد ایناله از اهل بیت که ناله، اگر شما مثلا بعد اهل سنت مثلا ما میگیم که قرآن و سنت مثلا پیروی کنید. استاد اینال در کتابای صحیح می مسلم و بخاری یا می 6 کتاب دیگر که است از اهل سنت هستید. استاد می خو 6 کتاب نمیگم، صحیح که صحیح مسلم و بخاری. استاد تو کدام کتاب تو حدیث ندارین مثلا پیامبر فرمان گفته باشه بعد از من مثلا یا اصحاب ما یا سنت ما. استاد اگر سنت پیامبر بعد از خودش باشه، خب ما باید سنت از کسی بگیریم که درست بفهمه. مثل پیامبر خیر، مثل پیامبر نفهمید اما اشتباه نکنه. صحیح مثلا اگر معصوم نباشه گفتم درست است. خب هدف مجلس که اگر پیامبر بعد از خود یک کس را میگه که شما پیروی کنین، حتما او درست میگه. در کجا گفته که مثلا برادر عزیز در کجا گفته که مثلا شما برید از فلانی پیروی بکنید؟ در جایی گفته این رو؟ استاد امین حدیث که اهل بیت استاد آمده در سنن ترمذی. بله. چی گفته؟ متن حدیث رو بخوانید. متن حدیث رو بخوانید چی گفته در اونجا؟ استاد امین سنن ترمذی فعلا ما حدیث یک چند طول میخواد استاد، یک چند خیر. باش شما پیداش بکنید. خیر. استاد یک جای دیگه هم گفتن که اذکرکم فی اهل بیتی که دمی جای است، دمی صحیح مسلم که براتون پسرک نشان دادم. درست. یک لحظه استاد بسیار ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. پیدا کردید؟ استاد یک چند لحظه ببخشید. استاد ما رو دیدیم با خود. خب ما برای شما میخوانم. عن ابی سعید الخدری دوستان نشون بدن انی قد ترکتم فیکم ثقلین. من برای شما دو چیز به اصطلاح سنگین رو گذاشتم. احدهما اکبر من الاخر. یکی از دیگری بزرگتر است. کتاب الله عزوجل حبل ممدود من السماء الى الارض. که کتاب الله هست، ریسمانی است که به اصطلاح امتداد پیدا کرده از آسمان تا زمین. درست؟ و اطرتی اهل بیتی، و اطرت من که اهل بیت من هستند. الا انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینها از هم جدا نمی شوند تا اینکه به اصطلاح در سر حوض کوثر به اصطلاح ملاقات بکنیم با شما. ببینید این حدیث رو در ترمذی هم آورده، در احمد هم آورده و این لفظی که در اینجاست از لفظ احمد است، امام احمد، اما لفظش چندان فرقی نمیکنه. در اینجا هیچ اشاره به این که شما از اهل بیت پیروی بکنید نیامده. تنها چیزی که در اینجا ذکر شده این است که ثقلین است، یکیش کتاب الله هست، دیگریش اهل بیت است و اینها از هم جدا نمی شوند تا اینکه شما در سر حوض با من ملاقات بکنید. پس کتاب الله در بین ما هست. ما اگر به کتاب الله سبحانه و تعالی عمل بکنیم و ایمان داشته باشیم، جوامع اسلامی امروز مشکلی نخواهند داشت، چه شیعه چه سنی. وانگهی در مورد این حدیث من همینجا دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، من ترکت فیکم نوشتم، روایت های مختلفی آمد. ابی سعید از امام احمد روایت کرده که انی قد ترکت فیکم ثقلین. این حدیث منکر است. حدیث دیگری است در ابن حزم گفته ترکت فیکم ثقلین کتاب الله و هجرتی. حدیث صحیح است در ابن حزم، این رو در اصول احکام روایت کرده.
بعد از او ابن حجر در تخریج مشکات و در موطأ امام مالک آمده ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبی. دو چیزی که در بین شما گذاشتم که اگر با آنها تمسک بجویید گمراه نخواهی شد. یکی کتاب الله و دیگر سنت رسول الله است. اونجا دیدید در حدیث ترمذی که شما ذکر کردید تمسک به اهل بیت نیامده. متوجه هستید؟ اما در اینجا تمسک به کتاب و سنت آمده با الفاظ مختلف. ما این روایت رو داریم. مثلا در اینجا هست از ابن عباس روایت شده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله. این از ابن عباس روایت شده. حدیث دیگری هم از ترکت فیکم کتاب توسل از آلبانی هست و قبل از اون کتاب تخریج مشکات المصابیح هست. ابن حجر اسقلانی هم ذکر کرده. موطأ امام مالک هم ذکر مثلا ببخشید استاد بسیار مثلا همین کتابی که مثلا با همین مورد تایید اهل سنت باشه که صحیح باشه که ما قبول کنیم. هدف ما بود استاد بسیار ببخشید. بله ببینید همه این روایت هایی که با سند صحیح برای ما روایت شده همه اینها قابل قبول است. شاید تعجب بکنید از این حرف من. چرا؟ کتاب الله که ما هیچ مشکلی در اون نداریم. اهل سنت در مورد کتاب الله هیچ مشکلی ندارن، غیر از اینکه شیعه اعتقاد داره که کتاب الله تحریف شده. 17,000 آیه بوده، بعد صحابه آمدن قرآن رو تحریف کردن، آیاتی که در مورد امامت و ولایت و عصمت اینا بود از قرآن حذفش کردن. در کتاب اصول کافی هم آخرین روایت که در باب فضائل قرآن میاد میگه که ان المصحف الذي نزل به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم کان 17,000 آیه، 17,000 آیه بود. در شرح کافی هم مازندرانی میگه که حدیث صحیح است و همچنین مولا باقر مجلسی هم در شرح کافی میگه که حدیث صحیح است، یعنی مرتبه این حدیث مانند مرتبه امامت است. پس شیعه نه به کتاب الله متمسک هستند و نمیتونن ادعا بکنن. چرا؟ چون که کتاب الله رو محرف میدونن. اما اهل سنت میگن این کتاب تحریف نشده. کسی که اعتقاد به تحریف یک حرف از قرآن داشته باشه مسلمان نیست. هر کسی میخواد باشه، با کسی رو درواسی هم نداریم. اما اگر بگیم که اهل بیت در اینجا مسئله مراعات اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی پیروی از آنهاست. مثلا تعداد روایاتی رو که اهل سنت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتب سته خودشون دارن، حدود 100 برابر روایت هایی است که شیعه از حضرت علی در کتاب های ثمانیه خودشون دارن، در کتاب های اشتگانه خودشون دارن. در کل کتاب های اشتگانه شیعه یک روایت از فاطمه زهرا شما پیدا نمی کنید. در کتب اهل سنت بیش از 11 روایت از فاطمه زهرا ما داریم. صدها روایت از امام جعفر صادق، از امام محمد باقر ما در کتب خودمون داریم. برعکس در کتب شیعه اکثر روایت ها رو که ببینید دروغ هایی است که جابر جوفی و بعضی از روات دروغگوی شیعه به امامان اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین نسبت دادن. اگر مسئله پیروی هم حتی که در این روایت های صحیح نیامده، حتی اگر قضیه پیروی از اهل بیت رو هم ما مطرح بکنیم، اهل سنت پیرو اهل بیت هستند. اهل سنت متابعت از اهل بیت میکنن، اهل سنت متابعت از قرآن میکنن. ثقلین اگر قرآن و سنت باشد، اگر قرآن و اهل بیت باشد که همه اینها میتونه باشه، هیچ مشکلی نداره. در قرآن که گفتم ما هیچ مشکلی نداریم، اما در چه سنت باشه و چه اهل بیت باشه، اهل بیت پیامبر ممثل سنت پیامبر هستن. پس در قبول این روایت ما مشکل نداریم. مشکل رو کسانی ایجاد میکنن که میان میگن که آقا در اینجا مسئله پیروی اهل بیت است، اهل سنت از ابو حنیفه و احمد و شافعی و مالک پیروی میکنن، از اهل بیت پیامبر پیروی نمیکنن. آقا شما برو همه کتب احادیث اهل سنت رو بگرد، اگر یک روایت شما پیدا کردی که همین امامان مذاهب اربعه اهل سنت اومده باشن از دل خودشون در احکام دین برای ما آورده باشن، پیدا نمی کنید. همه روایت هایی که ما داریم در احکام دینمون از ابو هریره، از رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله مگه سید و سردار اهل بیت نیست؟ مگه ما غیر از رسول الله از کسی دیگه پیروی میکنیم؟ اگر از سنت رسول الله پیروی کنیم، سنت رسول الله هست. اگر از رسول الله سنتش پیروی بکنیم، رسول الله سید و سردار اهل بیت است. پس در هر دو صورت ما هم پیرو به سنتیم، هم پیرو به اهل بیتیم، هم پیرو به قرآنیم. نمیخوام نفس خودمون رو تزکیه بکنیم، اما این واقعیت است. بفرمایید. استاد یک
سوال بسیار ببخشید تشکر. اما وقت زیادی را گرفتین شما برادر عزیز. یک سوال دیگه خواهید بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. صحیح است. بفرمایید. استاد بختر ما خود معلومات دادم. استاد مدوی فعلا بسیار گفته، بعضی گفته مردم بسیار تشویشانه، بسیار تحقیق دارن که همین جواب استاد اگه درست بتین نمیدم. تشکر از جوابتان استاد. همین یکی دیگه استاد چکی من انداخته که استاد که در صحیح مسلم در صحیح بخاری است استاد. حدیث 3768 که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده شاید رو شما بیشتر خوانده باشین که فاطمه پاره تنم از هر کس رو به خشم بیاره، مرا به خشم آورده و همچنان حدیث بعدیش که فرموده که در حدیث 42 41 است که اونجا اومده که مثلا حضرت فاطمه از حضرت ابوبکر که میراث خواسته بود، باز حضرت ابوبکر صدیق که گفته بود که ما از پیامبران میراث یعنی دیگه چیز جز علم دیگه چیز میراث نمیمونه و حضرت فاطمه گفت از پیش قار کرد و رفت و خشمگین شد و دیگه که حضرت ابوبکر دیگه نزد تا زمانی که از دنیا رفت. استاد همونجا بعضی متفاوت دارن که بگن راضی شد. استاد ما در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نیافتم مثلا اومده باشه که حضرت فاطمه از حضرت ابوبکر راضی شده باشه. بله. الان خدمت شما بیان میکنم. زمانی که فاطمه بود مردم به او توجه داشتن اما بعد از او حضرت علی روی گردان شدن. بله. ببینید این مطلبی که شما ذکر کردید از یکی از کتابایی است که شیعه پاسخ میداد. همین شبهه را در اونجا آوردن، مطرح کردن. هدف شیعه چی است؟ در ذهن اهل سنت شبهه ایجاد کردن، بعد از اون شما را پشت نخود سیاه فرستادن. همین که فاطمه تو بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی، این روایت در کجا آمده؟ در بخاری آمده. روایت رو برای شما میخوانم. ان علی خطب بنت ابی جهل فسمعت بذلك فاطمه. علی رفت، علی دختر ابو جهل را خواستگاری کرد. میدونید در اون زمان خواستگاری به طرف میتونست 4 تا زن بگیره، 3 تا بگیره، مشکل نبود مثل که این زمان ما کمی این چیزا محدود شده نه. فسمعت بذلك فاطمه، فاطمه شنید. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن که من دقیقاً از صحیح بخاری حدیث شماره 3714 دارم این رو میخوانم. فأتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت یزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. مردم دارن میگن که پیامبر به خاطر دخترش چیز نمیشه، عصبانی نمیشه. و هذا علی، این علی نگاه کن داره ناکهون بنت ابی جهل، میخواد که به دختر ابو جهل رو به اصطلاح نکاح بکنه. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شد. بعد از اون حدیث طولانی است. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که فاطمه ان فاطمه بضعة مني وإني أكره أن يسوءها ووالله لا تجمع بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنت عدو الله عند رجل واحد. فاطمه دختر من هست. این در زمانی است که به اصطلاح دختر ابو جهل در مکه است، متوجه هستید؟ و هنوز مکه فتح نشده. پیامبر میگه که فاطمه پاره تن من است و من میترسم چون غیرت فاطمه مثل بقیه زنها نبود. فاطمه رضی الله تعالی عنها یک زن متمیز بود، متوجه هستین؟ به خاطر این پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت ابوبکر خواستگاری کرد نداد، حضرت عمر خواستگاری کرد نداد. به کی داد؟ به علی داد، چون علی در رفتارش با فاطمه فرق میکرد. مثلا وقتی که علی تو خونه عصبانی میشد میرفت تو مسجد ریگ رو جمع میکرد زیر سرش میگذاشت میخوابید. ابو تراب چرا گفتن؟ یک روز پیامبر اومد خونه، فاطمه دید که نشسته داره فکر میکنه، گفت چه خبره دخترم؟ گفت که والله با علی دعوامون شد، علی از خونه زد بیرون. رفت پیامبر دید که علی در مسجد خاک و جمع کرده زیر سرش گذاشته خوابیده، با نوک پا به پاش زدن، گفتن قم یا ابو تراب. از اونجا بود که کنیه حضرت علی ابو تراب گذاشته شد، صحابه ابو تراب صدا میکردن. ببینید علی اینطوری یک مردی بود که فاطمه رو ناراحت نمیکرد. اما اگه شما تصور کنید اگر حضرت عمر می بود و فاطمه یک حرف پایین و بالا میزد، خب میزد زیر گوشش، شاید میگم، چون رفتار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با همسرانش یک کمی تند بود. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی داد. ببینید حدیث اومده در قضیه علی که فاطمه رو غضب کرده، اینا همون قسمتش رو میگیرن که فاطمه تون بضعة منی فمن اغضبنی، بعد میرن نصف دیگر رو از جای دیگر میگیرن که در قضیه فدک ابوبکر فاطمه رو ناراحت کرده، پس ابوبکر مستحق نار است چون که پیامبر رو غضب کرده، چون پیامبر که غضب شد خدا غضب میشه، پس ابوبکر جهنمی است. ببینید چطور محاسبه میکنن قضیه رو. نه حدیث رو از کجا میارن؟
موضوع رو در کجا میچسبانن؟ اگر قرار باشه که ابوبکر به خاطر غضب فاطمه جهنمی باشه، پس علی هم علیه بالله جهنمی است، چون اصل حدیث در مورد علی است. اگر اصل حدیث در بخاری دروغ است میگی در مورد علی نیست، پس کل حدیث باطل است. درست گفتم یا نه؟ بعضیا میگن که خب بله، بعضیا میگن که خب پیامبر خودش قرآن اجازه داده که شما فنکحوا ما طاب لکم من النساء، شما هر چقدر که زن میتونید تا 4 تا میتونید بگیرید. پس پیامبر چرا اینجا این کارو انجام داد و اومد گفت که چیز است علی نباید این کارو بکنه؟ پیامبر نگفت که علی این کارو نکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون خطبه‌ای که ایراد کردن میگن که ای مردم، من حلال خدا رو حرام نمی کنم، حرام خدا رو حلال نمی کنم، حلال رو حرام نمی کنم، اما می ترسم که فاطمه کاری بکنه که در مقابل شوهرش، در مقابل حقوقش، در مقابل الله سبحانه و تعالی مرتکب معصیت بشه، به خاطر غیرتش، به خاطر شخصیتش. چون پیامبر یک روانشناس بودن، میدونستن که فاطمه نمیتونه با یک زن دیگر در زیر یک سقف زندگی بکنه. متوجه هستید؟ به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این کارو نکنه. پس حضرت علی هم نکرد تا زمانی که فاطمه فوت کرد. بعد از زمانی که فاطمه فوت کرد، حضرت علی با تقریبا 4 یا 5 یا 6 به روایتی زن دیگری ازدواج کرد. متوجه شدید؟ این متوجه این نکته باشید همیشه که وقتی که شیعه شبهه وارد میکنه، نصف حدیث رو از صحیح بخاری میاره، این رو میبره میچسبانه در روایتی که در ترمذی آمده، از اونجا برداشت میکنه از روایتی که در سنن ابن ماجه آمده، شما رو در یک گردابی قرار میده که اصلا راه خدا پیدا نکنید. وانگهی در مورد قضیه فدک، دقیقاً همین حدیثی که شما ذکر کردید که در بخاری آمده ان فاطمه بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی، حدیث شماره 3714 در بخاری است و در مسلم هم 2449. اما یک چیز دیگه هم که در ذهن شما سوال ایجاد نشوه، وقتی که حضرت فاطمه آمد، حضرت فاطمه فکر میکرد که همچه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم از زمین و خانه و جایداد اینا مانده، اینا ارث است. آمد پیش سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و گفت که با ارثم از پیامبر میخوام. حضرت ابوبکر بهش چی گفت؟ ما از پیامبر شنیدیم که این معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، ما معشر انبیا، ما پیامبران الهی ارث به جا نمیگذاریم، آنچه که از ما میماند صدقه است. خب الان در روایتی میگه که فاطمه بعد از این صحبت نکرد با ابوبکر. اصل این است که در مورد این موضوع صحبت نکرد، اما در دل فاطمه چیزی بود، یعنی بشر بود، انسان بود. اما آیا کاری که ابوبکر کرد کار خلاف شرع بود، خلاف دین بود؟ واقعا فاطمه مستحق میراث بود، حضرت ابوبکر نداد. خب حضرت علی وقتی که خلیفه شد، چرا میراث فاطمه رو، میراثی که از پیامبر برای اولاد فاطمه مانده بود، بین حسن و حسین و اولادانش تقسیم نکرد؟ پس علی هم پس مرتکب گناه شد. وانگهی شیعه میاد همیشه در مورد میراث فاطمه صحبت میکنه که زمین فدک میراث فاطمه بود، خانه فلانجا میراث فاطمه بود. پس چرا در مذهب شیعه زنها از عقار، اصل در مذهب شیعه این است که زنها از خانه و زمین میراث نمیبرن؟ برید در کتاب وسایل شیعه باب کاملی زدن که زن از زمین و خانه میراث نمیبره. فاطمه میراث میبره، زن شیعه میراث نمیبره. اما یک مسئله رو من نصیحت برادران خدمت شما عرض بکنم. تلک امت قد خلت، اینها امتی هستن که رفتن، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هرچه که اونا کردن برای خودشان کردن و هرچه که شما بکنید برای خودتان میکنید. ولا تسألون عما كانوا یعملون، از تو برادر پرسان نمی کنن که علی و فاطمه چه کرده بود، حسن و حسین چه کرده بود، ابوبکر و عمر چه کرده بود. از شما پرسان می کند که تو چه کردی. بله استاد، ما از خاطر گفتم که ما شما نیاز داریم به شخصی که
از طریق از ما بگیره زندگی خود که هدف ما این بود استاد. اگر نیست بدون از او خب معنی نداره زندگی اگر ما پیرویت نداشته باشیم. درست. پیرو قرآن و سنت هستیم. چه مشکلی داریم؟ زنده باشید برادرت. بله استاد. استاد باز برنامه‌های بعدی ان شاءالله باز سوالای دیگر هم دارم. در خدمت شما هستم. خدا دیگه جواب زنده شد. باشید. سلامت باشید. خدا شما. زنده باشید. خداحافظ. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بله. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر است. استاد محترم، سوال ما این بود که سوال است که در ذهن ما بعض مردم خلق کرده ایده که میگن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ چرا در فقه خود از احادیث صحیح بخاری استفاده نکرده و میگن در احادیث صحیح بخاری مثلا ابراهیم علیه السلام در او گفته شده که دروغ گفته و در قرآن شریف گفته شده که پیغمبر یک لحظه برادر عزیز. همین کسی که همین سوال کرده، امیر شبهه رو مطرح کرده، خیلی آدم احمقی بوده با عرض معذرت. امام بخاری در سال 256 تولد یافتن. امام ابو حنیفه در سال 81 هجری از دنیا رفته. خب چطور مثلا امام ابو حنیفه می آمد از امام بخاری حدیث روایت میکرد؟ منطق است این. بله. به خاطر مخالفت ازی میگن که میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ از احادیث و بعض مردم میگه امی سلفیت میگه یک فرقه است، یعنی نخواد دقت داشته باشه. در این مورد شما چی میگید؟ باشه، در این مورد صحبت میکنم. تشکر. شما سوال دیگری دارید؟ درست است. تشکر استاد. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، در زمان امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه احادیث به این شکلی که بعد از قرن دوم اواسط قرن سوم تدوین شد و کتاب ها نوشته شد و حلقات دروس بود و علم حدیث به اصطلاح پایه‌ریزی شده بود، در اون زمان این چیزا اتفاق نیفتاده بود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به اندازه دقیق بودن که گاهی اوقات اگر روایت صحیح هم اونها براشون از احادیث نرسیده، یعنی در جایی شده که روایت ضعیفی رو استناد کردن اما از رأی و نظر خودشون فتوا ندادن، اجتهاد نکردن. به خاطر همین مثلا زمان پدران ما مکتبه شامل نبود، اینترنت نبود، پیدا کردن یک مسئله براشون خیلی مشکل بود. الان دوستان عزیز این صفحه رو برای من نشون بدید. ما اینجا sunnat.org رو داریم، یک صفحه هست. شما مثلا الان این برادر ما حدیث حضرت فاطمه رو فاطمتون بضعتون منی این رو ذکر کرد. من فقط این رو نوشتم بضعتون منی، درست است؟ این رو نوشتم. برای من این همه روایات که این کلمه درش ذکر شده باشه رو آورد. در اون زمانی مسائل نبود. امام ابو حنیفه در کوفه بود. از بین صحابه شاید یکی 2 تا 3 تا در کوفه زندگی میکردن. مسئله پیش اومد، امام ابو حنیفه میرفت از اون صحابه میپرسید یا از تابعین میپرسید یا از تبع تابعین میپرسید. به خاطر همین حالا بعضی روایت ها میگن که صحابه رو دیده، بعضی روایت ها میگن تابعین رو دیده، بعضی روایت ها میگن ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی است، بعضی ها میگن که تبع تابعین است. به هر صورت یعنی این نبوده که اونجا یک داتابیس مرکزی وجود داشته باشه، کل احادیث پیامبر در اونجا جمع شده باشه. هر موقع امام ابو حنیفه میخواست یک موضوع رو بیان بکنه سرچ میکرد در اونجا، حدیث صحیح رو میگرفت، بعد میگفت رواه البخاری و المسلم، یالا به این عمل بکنید. اینطوری نبود دوستان عزیز. به خاطر همین ما چی میگیم وقتی یک روایت امام ابو حنیفه بعد چی میگه؟ میگه که هر حدیثی که به پایه صحت برسه مذهب من است. ما هم میگیم حدیث صحیح مادامی که برای ما ثابت شد این مذهب امام ابو حنیفه است، مذهب امام احمد است، مذهب امام مالک است، مذهب امام شافعی است. نباید ما تعصب کورکورانه داشته باشیم که هرچه که والله امام ابو حنیفه گفته خلاص این از وحی منزل، ما که چیز دیگر قبول نداریم. حتی شاگردان امام ابو حنیفه اینطوری نبودن. امام احمد، امام محمد شیبانی و امام ابو یوسف، 2 تا از شاگردان بزرگ امام ابو حنیفه که پایه‌گذار اساس مذهب حنفی هستند، این 2 بزرگوار در بیش از 85% از مسائل مذهب حنفی با امام ابو حنیفه اختلاف نظر دارن، رأی امام ابو حنیفه رو رد میکنن و شاگردان اینا همچنین در خیلی از مسائل رأی این استادانشون رو رد کردن. پس این نیست که ما تعصب بر رأی یک نفر داشته باشیم. سلفیت چی میگه؟ میگه که ما در امور دینمان پیروی میکنیم از سلف صالح امت.
تعصب بر هیچ شخصی نداریم و نخواهیم داشت. سلفیت نه یک دین است، نه یک مذهب است، نه یک فرقه به اصطلاح فقهی جدید است، نه یک مذهب پنجم است. این جواب مختصر شما برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام برادر عزیز بزرگوار، بفرمایید. ما را پیوست نمیکنه با استودیو؟ شما وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید برادر عزیز. من چی سوال داشتم؟ من از روسیه با شما تماس گرفته شدم. لطفاً صدای تلویزیونتان را ببندید برادر عزیز، از طریق تلفن صحبت کنید. شما برادر انصاری هستید؟ بله بله، شما صدای من رو با تاخیر از طریق کامپیوتر میشنوید. صدای کامپیوترتون رو ببندید، با من از طریق تلفن صحبت کنید. بفرمایید. ببستم. بفرمایید. اول سوال من همین است که چرا که بعضی ها از اسلام استفاده ورده، مثل طالبا، مقصد که برادر کشی کردن با که و مقصد آنها اگر دین می بود، مقصد که چرا که با و احمد مسعود حمله کردن، اونجا خونریزی کردن از نام اسلام، گویا که ویا اسلامی هستند و خارجی ها را از درون دفع کردن، با اوجا اسلام آوردن، دین رو. برادر عزیز، من سوال شما رو متوجه شدم. ببینید الان طالبا آمدن با احمد مسعود جنگیدن یا احمد مسعود در مقابل طالبا جنگ رو شروع کرد؟ طالبا آمدن به احمد مسعود گفتن که تو باید که بر ما تسلیم شوی. درست. طالبا در وقتی این حرف رو زدن که حکومت رو به دست گرفته بودن، پایتخت رو گرفته بودن، 99% ولایات افغانستان دست طالبا بود. احمد مسعود و طرفدارانش رفته بودن در پنجشیر، اعلان جنگ کردن بر علیه طالبا. طالبا به اونا گفتن بیایید مذاکره کنیم، با صلح قضیه رو حل بکنیم. اونا گفتن نه، ما میخوایم با جنگ حل بکنیم. طالبا هم حمله کردن، شورش رو خاموش کردن. کجا این اشکال داره یعنی؟ نه، طالبا با اونو گفتن که تو با ما مقصد همکاری میکنی، در همه جمعیت ما میدروی و در پنشیر یگون چیه نمیشه، یگون راهبری تو وجود نداره، فقط در بین ما. خب حرف درست است برادر عزیز. وقتی که در یک جای یک حکومت قائم میشه، پشت دنبال این نمیگردیم که طالبا بر حق هستن یا بر حق نیستن، این کلا یک مسئله جداست. اما وقتی که در یک جای یک حکومتی قائم میشه که 99% سرزمین کشور رو در دست دارد، در یک منطقه کوچکی عده‌ای بلند بشن شورش بکنن، وظیفه حکومت چی است به نظر شما؟ به نظر من وظیفه حکومت بگذار چه خیلی که تا آمدن طالبا آنها خود به خود زندگی کردن، کسی را یگان زلال نرسانیدن، کسی را به قتل نرسانیدن، فقط در همون پنشیر خود زندگی کردن. نه حکومت به آنها یگان چیزی ساخت و نه آنها به حکومت. وقتی که طالبا آمدن آنها گفتن که شما باید زیر ما سر کنید. بله، پس حکومت چه معنی داره برادر؟ حکومت چه معنی داره اگر قرار باشه که در یک حکومت مثلا در خوجند یک نفر بلند شود برای خود یک حکومت جور کند، اونجا حکومت تاجیکستان بگه که خب شما چه خیلی میخواید حکومت جور کنید، ما با شما کار نداریم. در مثلا در بدخشان یک کسی بیاد برای خود حکومت درست بکند، در سوخت یک کسی دیگه برای خود حکومت درست بکند. درست است این با عقل جور میاد یعنی؟ بله. شما از کجا یافته دلیل که پنشیر از خود حکومت ساخت؟ همین است. وقتی که شما تابع حکومت ببینید، اطاعت از امیر، اطاعت از ولی امر واجب است. الله سبحانه و تعالی میگه که یک لحظه برادر، الله سبحانه و تعالی میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر در اینجا کیا هستن؟ اولو الامر علما هستن، اولو الامر حکام مسلمان ها هستن، فرمانروایان مسلمان ها هستن. مادامی که یک حکومت اسلامی که در رأسش یک شخصی باشد که شعائر دین رو برپا می کند، نماز رو برپا می کند، او ولی امر است، اطاعت از او واجب است. ببینید من در اول صحبتم گفتم در اینجا مسئله حق بودن و باطل بودن طالبا اصلا مطرح نیست.
در اینجا یک حکومتی که در افغانستان پایتخت رو گرفته، همه ملت باید با او بیعت بکنن، همه ملت باید از او فرمان روایی داشته باشن. یک نفر بیاید احمد مسعود در پنجشیر بگوید من اینجا حکومت خودم رو دارم، دوستم بیاد مثلا در مزار شریف بگه من حکومت خودم رو دارم، اسماعیل خان در هرات بره بگه من حکومت خودم دارم. خب این میشه شلغم شوربا، حکومت نشد که این. ثانیاً دشمنها میان استفاده میکنن. مگر آن جاسوس فرانسوی رو ندیدید که پیش احمد مسعود در پنجشیر آمده بود، همه امکانات نظامی در اختیارتان، گفت ما قرار میدیم شما در مقابل طالبان بجنگین. چون دشمنای اسلام میخوان که در بین ملت جنگ باشه، یکی به نام احمد مسعود، یکی به نام دوستم، یکی به نام طالب، یکی به نام غالب، یکی به نام فلان، یکی به نام علان. مادامی که یک حکومت مرکزی وجود دارد، همه ملت باید تابع اون حکومت باشن، وگرنه هرج و مرج در جامعه ایجاد می شود. وقتی که همو احمد مسعود چند طالب را در بین کوها 200 کس 300 کس قبیدن نکشتن، گفتن که با اینها چیکار کنیم، از علما وای پرسیدن، قتل نکردن. این در مورد احمد مسعود نیست، در زمان احمد مسعود نیست، این در زمان پدرش احمد شاه مسعود است برادر عزیز. بابا جان ما از افغانستان هستیم، شما از روسیه میخواید در مورد افغانستان به ما اطلاعات بدید برادر عزیز. من از شما یک سوال میکنم، شما که اینقدر احمد مسعود رو دوست داشتید، 20 سال در افغانستان امریکا و 20 کشور ناتو در افغانستان به عزت مردم تجاوز کردن، قریه ها را بمباران کردن، ملت افغانستان رو به خاک و خون کشیدن. احمد مسعود کجا بود؟ من به امریکا کاری ندارم. نه چطور کار ندارید؟ چطور کار ندارید؟ من با شما کار. برادر عزیز، در افغانستان امریکا بود، 20 کشور ناتو بود، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، دانمارک، کل کشورهای عضو ناتو در افغانستان بودن. یک حکومت دست نشانده هم در افغانستان در اونجا در رأسش اشرف غنی و قبل از اون کرزی هم گذاشته بودن. در او زمان احمد مسعود کجا بود؟ احمد مسعود با کسی کار نداشت، خود به خود زندگی میکرد. خب در کجا بود؟ در پنجشیر بود؟ در پنجشیر بود؟ نه خیر، در پنجشیر نبود. چکر میزد در اروپا، گاهی اوقات در کابل بود، دیگه هم در اروپا. طالبان که آمدن رفت در پنجشیر که ما مقاومت میکنیم. خب که تو بخواستی مقاومت بکنی، چرا در زمان اشغال افغانستان توسط امریکا مقاومت نکردی؟ تشکر برادر عزیز. سوال من این بود که مردم، من فقط طالبان رو مثال آوردم، اینجا بسیار است که از نه دیگه برادر عزیز، تو شما نمیشه که فقط طالبان رو مثال بیارید. انسان مومن مسلمان باید عادل باشد. ببینید میگم که افغانستان 20 سال اشغال بود توسط امریکا. احمد مسعود چرا در مقابل اشغالگرا جهاد نکرد؟ احمد مسعود چیکار میکرد وقتی که امریکا کاری که طالبان کردن، طالبان جهاد کردن در مقابل امریکا. مایلش ببین، شما که از روی عدالت گفته که باید آدم از روی عدالت گپ زند. گپ در سری اگر حکومت باشد، ببین شما عدالت رو بگویید. وقتی که امریکا بود زندگی افغان آرامتر بود یا بعد طالبان حاضی آرام است؟ فعلا آرام است، فعلا امنیت است. سابق در روزانه 300-400 نفر کشته میشد، الان روزانه 1 نفرم کشته نمیشه. اما این که مشکل اقتصادی است، الان که مشکل اقتصادی است، بیکاری است، این مشکل اقتصادی و بیکاری را طالبان نیاوردن. امروز حکومت طالبان را کل دنیا به رسمیت نمیشناسن. امروز پولهای بانک مرکزی افغانستان 100 و چند میلیارد دلار پول افغانستان رو در امریکا دزدیدن، بلوکه کردن. چرا به افغانستان پس نمیدن؟ چرا به افغانستان اجازه نمیدن که تجارت آزاد با همه دنیا داشته باشد؟ واقع‌گرا باشید برادر. ثانیاً ببین برادر عزیز، نه انتخاب دارن، نه انتخاب و دموکراتی دارن طالبان. اصلا دموکراتیک که میگید، همین حکومتایی که 20 سال حکومت کردن در افغانستان حکومتای دموکراتیک بودن؟
امروز چطور دست نمی رساندن در طول این 20 سال هزاران نفر از مردم رو در زندان ها اینا انداختن، کشتن، بستن، مالشان را دزدیدن. اینایی که در حکومت بودن که امروز ثروت های آنچنانی میلیون ها دلار پول افغانستان را دزدیدن، در کشورهای غربی و در ترکیه و در اونجا خانه و زندگی برای خودشان درست کردن. این پول کی را بردن؟ پول پدرکلانشان بود یا پول ملت افغانستان بود؟ وانگهی برادر عزیز، برادر بزرگوار، همین دموکراسی در کجا گفته که دموکراسی یک نظام اسلامی است؟ دموکراسی باید توسط طیاره بی 52 بیاید؟ دموکراسی باید توسط بیش از 150,000 عسکر ناتو بیاید؟ دموکراسی باید بیاد یک حکومتی که در افغانستان طالب بود یا هر کسی بود، یک حکومتی وجود داشت، او حکومت را با جنگ و خونریزی سرنگون بکنید، بعد از او بگید که ما دموکراسی میاریم؟ این کجاش منطق است؟ این شما گفته که امروز آرامتر هست. اگر شما از روی عدالت گپ زده باشید من دیگر سوال ندارم. والله بالله تالله که امروز امنیت 1000 مرتبه از زمان جمهوریت بهتر است. مردم رو به خاطر یک موبایل میکشتن. 10 نفر از شاگردان دانشگاه کابل در کوچه پس کوچه کابل به خاطر یک موبایل کشته شدن. به خاطر یک موبایل مردم داد میزدن، میگفتن ای دزدا، همین موبایلش بگیر، بیچاره را نکش. در زمان جمهوریت 150,000 عسکر خارجی هم بود، 350,000 اردو ارتش خود حکومت هم بود، امنیت ملی بود، استخبارات بود، پلیس بود، لیکن مردم امنیت نداشتن. امروز در کابل تو ساعت 1 شب 2 شب از خانه بیا بیرون، کسی به تو نمیگه که کجایی هستی، کجا میری. تشکر برادر عزیز، خدا حافظ. عجیب است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ سلامت باشید. استاد ما یک سوال داشتم از شما. اول سوال این بود که امی حدیث شریف بخاری شریف چی دلایل داشته باشیم که به یک آدم ما این صحیح ترین کتاب بگوییم که یعنی صحیح است؟ چون بعض مردم است مسلمان است قرآن قبول داره ولی از حدیث پیروی نمیکنه. چی گونه ما بگوییم که کتاب چی دلیل داشته باشیم که یعنی حدیث صحیح بخاری صحیح ترین حدیث است؟ و بس یک سوال کافی است برادر، چون که وقت برنامه به پایان رسیده. انشالله در هفته آینده باز میتونید بقیه سوالاتون رو بپرسید. تشکر شما، زنده باشید، خدا نگهدار شما. وقتی برنامه به پایان رسید، مختصر سوال برادر عزیزم رو پاسخ بدم. یک تماس رو میگیریم، این رو با اجازه شما. دوستان عزیز سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری صاحب شما خوب هستین؟ بخیر؟ سلامت باشید، بفرمایید. برادر عزیز من یک سوال داشتم و در قبال تمثیل شما در حقیقت موضوعی است که شما گفتین که در افغانستان امنیت است. آیا در افغانستان امنیت است؟ والا نمیدانم، شما میدانید. شما وجدانتان هست یا نیست؟ ببین برادر عزیز، از لحاظ سیاسی امنیت چی را میگه؟ امنیت امیر میگه که انسان کشتن. ما برای شما و برای دوست عزیز بیننده یک لحظه بسیار معذرت میخوایم برادر عزیز. ما میدانیم که امنیت در یک جامعه امنیت جانی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت سیاسی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت فکری هست، امنیت اعتقادی هست. امنیت همه جوانب رو در نظر میگیره. اما در جواب سوال اون برادر، منظور من از امنیت فعلا امنیت جانی است. برادر عزیز، والله من به یاد دارم در زمان همین جنگ‌های داخلی مجاهدین در کابل، حزب و جمعیت اینا به جان هم دیگه افتاده بودن. والله از خیشای ما کسایی از کابل آمده بودن، پیرمردایی رو من از زبان شنیدم که میگو خدایا اگر بنده نگاه کردن همینطوری است، ما رو به حال خود ما رها کن. کفر میگفتن. همین مجاهدین چی که نکردن در حق همین ملت.
غصب کردن، تجاوز کردن، خانه مردم را خراب کردن. بله موضوعی است برادر عزیز. ما یک دقیقه وقت شما را بفرمایید. هر کسی که در افغانستان بد کرده طرف از ملت نبوده. ملت هیچ وقت ملت با جایگاه قرار نداشته به این کار ها کردن. امارت اسلامی وظیفه‌ش نیست که اگر جنگ نبود در افغانستان 20 سال در زمان جمهوریت بدبختی بود، جنگ کی میگه؟ جنگ حامیو میگه. اگر یو میخواستن که به حساب صلح بکنن چرا نمیدن؟ بارها موضوع صلح پیش شد. درست است که دولت جمهوری میخوایم قدم به قدم برادر عزیز. نه گفتگو کنیم با هم قدم به قدم. شما گفتید که اینها چرا از اول 20 سال پیش صلح نکردن؟ آیا طالبا به جنگ ناتو رفته بودن یا ناتو به جنگ طالبا آمدن؟ طالبا اگر القاعده را در افغانستان جای نمیداد تا اینکه جهان را بیاد تهدید بکنه، هیچ وقت ناتو به جنگ خب القاعده را که برادر عزیز، القاعده را یک لحظه قدم به قدم برادر عزیز قدم به قدم پیش بریم. طالبا چرا اسامه بن لادن جای دادن؟ چرا القاعده را جای دادن؟ امی عبدالله اعظم که رئیس اول القاعده بود، که استاد بن لادن بود، خب احمد شاه مسعود مگر در پنجشیر جا نداد؟ با هم دیدار نکردن؟ مگر دفتر خدمات مجاهدین جای امین مسعود و ربانی و جمعیت اسلامی و حزب اسلامی اتحاد اسلامی نبود؟ همین مجاهدین عرب مگر در پنجشیر نبودن؟ در پروان و کاپیسا نبودن؟ همین مجاهدین عرب مگر در طالقان نبودن؟ یعنی شما ببینید، من شاهد این صحنه ها هستم، من در بین اینها بودم. شاید نمیدونم شما چند ساله هستید، سن شما چقدر هست، اما من اینها رو همه رو دیدم. همین القاعده در پنجشیر بود، همین القاعده در پروان و کاپیسا بود. چرا وقتی که اگر که القاعده با طالبا رفت بد شد، زمانی که با احمد شاه مسعود بود خوب بود؟ مگر عبدالله اعظم شهید با احمد شاه مسعود نبود؟ الظاهری فعلا در کابل چی میگن؟ چند وقت پیش که امریکایی‌ها زدنش در شیرپور، چی میگن در کابل؟ مگر اینا وعده ندادن به دنیا که ما میخوایم حساب با تروریسم مبارزه بکنیم؟ اینا با سازمان ملل. برادر عزیز، من نمیدونم شما به خاطر چی عصبانی هستید. من در جواب او برادر تاجیک هم که صحبت میکردم ببینید برادر عزیز، ما گپ ما چی است؟ گپ ما چی است؟ محترم ما چی میگم محترم؟ گپ ما سر اینکه مثلا ما حکومت جمهوری را ختم مرادتون ما بخوایم طالبان را انتقاد بکنیم، موضوعی نیست. موضوع این است که حق مردم پایمال میشه. تعصب به اوج خود روان است. موافق هستم با شما، موافق هستم. اشتباهات هست، تعصب هست، بعضی شما شاید صحبت‌های من رو دیده باشید، شما شاید صحبت‌های من رو شنیده باشید. من انتقادات خیلی تندی داشتم در مورد قضیه بستن مدارس دخترها، در مورد برخورد با مردم، در مورد روش حکومت داری، در مورد برخورد با افکار مخالف. همه اینا درست، اما برادر عزیز، 20 سال جامعه جهانی بیش از 800 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد. 20 سال نظام جمهوری بود. 20 سال همه دنیا با ارتش و با پول و با قدرت و با سیاست و با سازمان ها و با اینجا با همه چیز در افغانستان بودن. چه چیز در افغانستان تغییر کرد؟ آیا وضع اقتصادی ملت ما خوب شد؟ آیا وضع تعلیمی ملت ما خوب شد؟ چند سرک ساختن؟ چند پوانتون ساختن؟ چند مکتب ساختن؟ چند شفاخانه ساختن؟ یک چیز را ما ببینید. بله صاحب ببرین برادر عزیز، فقط ما چند چیز میخوایم در قسمت سوال شما و قسمت گپتون بگم که درست است که آمریکایی‌ها آمدنشان در افغانستان خدمت مردم افغانستان بود و مردم افغانستان و تاریخی را فراموش نمیکنه که آمریکا در افغانستان تجاوز کرد و ظلم کرد. جهاد عرض بود، مردم باید میخیست، مثل اینمی طالبان مثل دیگه گروه ها میخیستن، آمریکا را اجازه نمیدادن. درست است که رهبرها خیانت کرد، مردم ها خیانت کرد، به حساب اینا را در وطن جا دادن و در حق مردم جفا کردن، ظلم و بعضی گپ‌های را انجام دادن. این گپ واقعیت داره، اما فراموش نباید. بله نامی خشیمه خود 20 سال پیش در پاکستان توسط چی گپ میزنی؟ آیا مردم در 20 سال پیش نبود که در یک سلام و احترامات تقدیم میکنم این جناب فلانی ولد فلانی
از کابل به مدت 1 ماه خط نوشته میکرد روان میکرد با پاکستان و منتظر از او تا 2 ماه منتظر میشید که چه مسئله شخصی دادم ادامه مردم باید که وادایی تو در افغانستان میشناختی نمیشناختی 20 سال پیش جهان در کجا بود تو در کجا بودی درست است این پیشرفت زیاد داشت جمهوریت هم مشکلات خود داشت اما امروز ما در قرن 21 قرار داریم درست است ما پشتیبان جمهوریت نیستم مشکلات خود 100% داشت تنظیمام داشت جمهوریت هم داشت طالبان داشت اما موضوع در این است که اینا در همون مشکلات همون اشتباهاتی که زمان جمهوریت تکرار کرد همون بدبختی را که سر مردم آورد که امروز مردم در اوج بدبختی زندگی میکنن چرا اینا همون را تکرار میکنن چرا نمیره بر راهی که مردم بر راه سعادت و خوشبختی باشه چرا راهی را نمیگیره که از اشتباهات جمهوریت از اشتباهات حکومت‌های گذشته در درس بگیرن و نگذارن که افغانستان یک بار دیگر صحنه جنگ‌های سیاسی و استخباراتی. برادر عزیز اگر اینها هم همان روش را پیش بگیرن و حق ملت رو پایمال بکنن به همون سرنوشتی گرفتار میشن که مجاهدین گرفتار شدن در افغانستان در این شکی نداشته باشید. بخیر سلامت باشین ما معمول در گپ داشتیم خدا وقت شما و بیننده ها رو سلامت باشید خدا نگهدار شما. اگر میدونستن که محادثه طولانی میشه تماس نمیگرفتن. به هر صورت سوال برادر ما چطور بفهمیم که این حدیث صحیح است و باید از او پیروی بکنیم. ببین برادر عده‌ای آمدن امروز نمیخوام اسم چون ارزشی ندارن که اسمشان هم ذکر بشه فضای برنامه آلوده میشه آمدن در بخاری تشکیک ایجاد میکنن که والا بخاری این است و بخاری اون است و فلان است و این است. ببینید وقتی که ما میگیم صحیح بخاری صحیح مسلم این نیست که والا یک نفری آمده یک کتابی نوشته بعد اسمش رو گذاشته صحیح بخاری صحیح مسلم. علما بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم علم حدیث رو پایه‌گذاری کردن. بر اساس علم حدیث روات حدیث طبقاتش متنش همه اینها مورد بررسی قرار میگیره راویان و متون احادیث و برای راویان یک سری شروط و برای متون یک سری شروط دیگر علمای حدیث وضع کردن و بر اساس این در یک میزانی احادیث را میسنجن و بعد از اون طبقه بندی شده که این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست این حدیث ضعیف است یا صحیح است این حدیث منکر است یا غریب است. پس این نیست که هر کس هر چی را آورد به عنوان حدیث ما قبول بکنیم. به خاطر همین دوستان عزیز اگر اینجا این رو نشان بدهید این صفحه رو مثلا همین حدیثی که فاطمه بضعة منی ببینید این روایتی رو که در مشکل الاثار شعبه ارناؤوط آورده است در اینجا میگه که در این روایت ابی عبدالله القاضی است که فیه کلام من جهت حفظه که در مورد حفظش بعضی حرف زدن و باقی رجال ثقات و باقی راویانش ثقات هستن. در اینجا این حدیث رو مثلا از بخاری آورده گفته این حدیث صحیح هست و در روایت بعدی مثلا اینجا خدمت شما عزیزان بیارم این روایت رو مثلا در بخاری است اینم گفته صحیح هست این روایت مثلا در بخاری از صحیح الجامع است گفته صحیح است این در صحیح ضعیف ترغیب این روایت ضعیف است این مثلا در المسند آورده گفته اسنادش قوی است احمد آورده و در مورد ابن عدی که یکی از راویانش هست الکامل فی الضعفاء در جلد 6 صفحه 148 گفته که در این مورد این راوی در موردش حرف و حدیث است. ببینید دوستان عزیز اینا اومدن بر اساس یک علمی بر اساس یک منهجی روایت رو تصحیح کردن تضعیف کردن. این نیست که مثلا هر کسی آمده هر چی گفته ما دیگه حالا شک بکنیم که والا این حرف درست است یا درست نیست. از این مرحله علم حدیث گذشته است. صحیح بخاری روایتش اکثر روایتش غیر از تعداد انگشت شماری که رو متنش حرف و حدیث هست بقیه همه روایتش صحیح است هیچ شکی نیست. هر کسی که شک و شبهه ایجاد میکنه در مورد روایت‌های بخاری انسان مریض است یا عقل نداره یا دیوانه شده یا هم که دشمن اسلام است یا اینکه از جهل و حماقت و نادانیش است. غیر از این دیگه چیزی نمیتونیم بگیم. صحیح مسلم همچنان و باقی کتب حدیث مثلا ترمذی صحیح ترمذی احادیث صحیحش جدا شده صحیح ابن ماجه احادیث صحیحش جدا شده. پس شما امروز در موردی که این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست مشکلی نخواهید داشت چون علما این کارو کردن آماده در دست شما
قرار دادن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني